چاره‌بینی گسیل نواسکران به صف قواهای مسلح کشور سنه 16 اپریل در تالار دانشگاه کوهی متالورژی تاجیکستان واقع در شهر بوستان با اشتراک خلق کنندگان این مؤسسه های تعلیمی دایر گردید که در آن رهبریت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت شرکت ورزیده. ضمن برآمد خویش اقدام خلق کنندگان این دانشگاه را در سرجمعانه سفربر شدن به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خوش پذیرایی کردند. تاکید گردید که با دستگیری و پشتیبانی پرزیدنت کشور رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به نیروی بزرگ و پر اقتدار تبدیل یافته در تامین صلح و آرامی، ثبات سیاسی، حفظ و پایداری استقلالیت دولتی و تمامیت ارضی نقش کلیدی دارد. مستوجه و غمخواری و باوری پیشوای معظم ملت است که امروز افسران و سربازان با حس بلند ملی و صداقت به خلق و وطن بهر حمایه مرز بوم کشور سعی و تلاش می نمایند. باید تذکر داد که در این چاره‌بینی دایر گردیده نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان، استادان دانشگاه و دیگر تکلیف شدگان شرکت ورزیده از عزم و ثبات دانشجویانی که خدمت به وطن را وظیفه اولین درجه و مهم ارزیابی کردند بالید خاطر گشتند. با خواهش خود به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده به وطن صادقانه خدمت می نمایم و از جوانان خواهش می کنم که آمده به این صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان صادقانه خدمت کنند. بعد ختم فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با شماره 460 نفر جوانان به خدمت حربی دعوت شده‌ایم و این روزها من میناداری خود را به پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان می‌رسانم که این روزها برای ما سربازان و سرژانتان شجاع وطن تمام شرایط‌های خدمت حربی را برای ما مهیا نموده ایستاده است و من با جوانانی که سینشان به سن نهایی خدمت حربی رسیده است توصیه می‌دهم که این روزها آمده قرض شرمندگی خود را در نزد دولت و ملت ادا نمایند. همزمان سنه 16 اپریل با اشتراک معاون رئیس ولایت در تالار دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در شهر خوجند ملاقات با جوانان سین دعوتی که بعد ختم این مؤسسه عزم خدمت به وطن را کردند دایر گردید. ضمن برآمد جوانان به احترام و صداقت و خدمت صادقانه به وطن دعوت کرده شده اظهار باوری گردید که جوانان با ننگ و ناموس و سربلند دیار که مکتب بزرگ آدمدوستی، حرمت کلانسالان، آداب و اخلاق حمیده، جوانمردی و امثال آن را از مکتب عائله و دانشگاه گذاشتند در صف قواهای مسلح نیز این رسالت خود را نگاه خواهند داشت. من با خواهش خود به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده ایستادم برای خدمت به خلق و وطن حاضرم صادقانه خدمت نمایم و از دیگر جوانان خواهش به عمل می‌آورم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده وطن را حمایت نمایند. قید گردید که از این دانشگاه بیش از 100 نفر ختم کنندگان با احساس بلند وطنداری عزم خدمت به ارتش ملی را کردند که این خود گواه سال سال بلند گشتن سطح تربیتی میهن‌پرستی، افتخار از دولت و غرور بلند ملی و نتیجه کارهای تشویقاتی و ترغیباتی با انعکاس واقعی شرایط خوب بود و باش در قسم‌های حربی به حساب می‌رود. همزمان قید کردن ضرور است که در چنین روحی بلند وطن دوستی جوانان سهم استادان، پدر و مادران، آموزگاران، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها و جماعت‌های دهات نیز نظر رس است. در این سمت کمیسریت‌های حربی نیز مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند.